روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما. در چند دقیقه که در اختیار داریم درباره صدها کشته و زخمی جنگ در اوکراین و نگرانی مقامات تاجیک از شرکت خوانندگان مکتب در اعتراضهای ماه نوامبر در خروغ معلومات می‌دهیم. همچنین از پایین رفتن قربی روبل هم که شما زیاد می‌پرسید میگوییم و در ضمن تفصیلات خبری به حج رفتن و ترک حج نگاری کردن شیرینکاری تاجیک معروف با نام دون ژوان را هم امروز در برنامه داریم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت در نتیجه حمله روسیه به کشورش تاکنون 137 نفر نظامی و غیر نظامیان کشته شدند. او با نشر یک ویدیوی در صبح 25 فوریه قربانیان جنگ را قهرمان نامید و گفت بیشتر از 300 کسی دیگر زخم برداشتند. به گفته ولادیمیر زلنسکی با وجود تلفات ارتش اوکراین را در برابر یک کشور قدرتمندترین دنیا به طور درخشان محافظت میکند. او شکایت کرد که اوکراین را در جنگ با روسیه تنها گذاشتند و افزود کی آماده است در کنار ما بجنگد؟ من هیچ کسی را نمیبینم. با شدت گرفتن حمله های روسیه و پیش از این در مراجعه ویدیویی ولادیمیر زلنسکی فرمان دعوت سراسری به ارتش را امضا کرد و امر داد که به جوانان مردان از 60 ساله بالا حق بیرون رفتن از کشور دادن نشود. روسیه حمله به اوکراین را روز 25 فوریه با موشکباران بعضی از شهرها و پایگاه‌های نظامی شروع کرد. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای کشور در جبهه‌های گوناگون در شهرهای سومی و خارکوف تا به خرسون و ادسا بر ضد نیروهای روسیه می‌جنگند. مقامات در بدخشان میگویند در تظاهرات 4 روزه ماه نوامبر در شهر خوروغ نورسان مکتبخوان هم شرکت کردند. تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان در پی کشته شدن ساکن رشتقلعه گلبدین زیوبکوف صورت گرفته بود. علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک جلسه از جنایتکاری و وضع تربیه نورسان تنقید کرده است. در این باره نشریه رسمی جمهوریت خبر داد. مسئولین در ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن نگرانی کردند که در حادثه های روزهای 25-28 نوامبر سال گذشته در خوروغ خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نیز اشتراک نمودند. آنها از این نورسان دشوار تربیه نام بردند. نگرانی ها از شرکت نورسان در اعتراض های خوروغ در حالی است که وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر تا به حال پیچیده باقی مانده است. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که برای عدالت‌خواهی اعتراض کرده بودند. آنها میگویند زیر فشار مقامات و ترس برگزاری عملیات قرار دارند که به زندگی فرزندانشان هم این بی تاثیر نمیماند. در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستان در شهر سپین بولدک افغانستان 2 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در این باره مقامات تندرستی ولایت قندهار روز 24 فوریه به رادیوی آزادی خبر دادند. محمود اعظم یکی از سخنگویان طالبان درگیری در بین 2 طرف را تصدیق کرد ولی جزئیات نداد. اما در بیمارستان ولایتی قندهار به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که از محل مناقشه 2 جسد و 13 زخمی را آوردند. سپین بولدک یک شهر گذرگاه به پاکستان به حساب می رود و مال و کالای زیادی از طریق آن می گذرد. منابع محلی گفتند که لطوکوب بیرحمانه یک کودک افغان از طرف سربازان پاکستانی سبب درگیری بین 2 طرف شده است. مقامات پاکستان هنوز این خبر را تصدیق نکردند. برنامه را با خبرهای دیگر پی میگیریم. دوستمراد شریفوف یک حجونگار محلی در تاجیکستان که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر او را با نام دون ژوان تاجیک میشناسند گفت با تشویق نبیره پرزیدنت به زیارت خانه خدا رفته است. او اعلام کرد که از این پس او را حاجی دوستمراد نام برند و او کسب حجونگاری را ترک میکند. در نواری که روز 21 فوریه در یوتیوب نشر شده است دوستمراد شریفوف میگوید او را اسماعیل محمد زویر نبیره امام علی رحمان تشویق کرد که زیارت کعبه رود. با گفته او از بس که آرزوی حج را داشت پیشنهاد را با جان و دل قبول کرد. دوستمراد شریفوف در میان جوانان با حجف‌های خود معروف بود و صحنه‌های حجوی او و دوستانش بیشتر در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. اسماعیل محمد زویر پسر یکی از دختران رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است. و چون معمول در آخر برنامه از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم.
тавре огоҳед нархи рубл дар пайи ҳодисаҳои ахири Украина дар Тоҷикистон ҳам поин рафт. Бонки миллӣ рӯзи 25 феврал нархи расмии 1000 рубли русиро расои 133 сомонӣ муқаррар кардааст. дирӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии кишвар нархи рубл то 121 сомонӣ коҳиш ёфта буд. $1 расман 11 сомониву 30 дирам ва 1 евро 12 сомониву 63 дирам таъин шудааст. бинандаи арҷманд дар барномаи хабарии имрӯз дар бораи қурби асъор ва таъсири ҷанги Украина ба нархҳо як гузориши муфассал ҳам дорем. дар ин барнома ҳамчунин дар бораи парвози ҳавопаймоҳо ба Русия ҳам мегӯем ва ҳам мебинем ки мардум дар душанбе доир ба ҷанг дар Украина чӣ мегӯянд. аз сарсонии соҳибони хонаҳои нав дар Хуҷанд ва ҳам сарнавишти модари 5 фарзанде ки шавҳараш ҳангоми кор дар Роғун кушта шудааст гузоришҳо дорем. ин ҳама чанд соат пас тақдими шумо мешаванд. барномаҳои моро ҳамроҳӣ кунед.